داشت چه خبر؟ هیچی بابا، این دوست دخترم خیلی اذیت میکنه. چرا من چیکار کردی؟ هیچی به خدا، خواب دیده بهش خیانت کردم، الکی قهر کرده. کجاشو دیدی؟ من دوست دخترم سر این با هم قهر کرده چون 2 ماه بهش زنگ نزدم. 2 ماه زمان خیلی زیادیه. حالا اینا رو ولش کن. اینو بهت بگم، هفته قبل سر این ازم ناراحت شده که اولین بارم با اون نبوده. اولین بار چی؟ اولین بار چیز دیگه. این چیزی نیست. از من سر این عصبانی شده بود چون با خواهرش خوابیده بودم. یعنی چی؟ این که خیلی ناجوره. آره منم بهش گفتم همین الکی سخت میگیره. نه ابله، کار تو ناجور بوده، عوض یه دیو. ها؟ حالا اصلا اینو بیخیال. یه بار سر این با هم قهر کرد که بردمش یه رستوران که غذای گیاهی نداشت داده. باز واسه تو خوبه. برای من سر این کات کرد بام چون شام بهش گوشت دادم. چرا دوست دختر تو هم مگه گیاهخواره؟ نه گیاهخوار نیست، از طعمش خوشش نمیاد. آها، گوشت گاو بهش دادی بابا. 100 بار گفتم چنجه بگی با پیاز و ترشی مشکی سبزی کنارش. نه با گوشت گاو چیه؟ این داداشش همش به اون گیر میداد. منم زدم کشتمش، تیکه تیکش کردم باهاش یه تاس کباب مشکی درست کردم دادم خورد. What the fuck؟